باز سلام و وقت بخیر خدمت تمام شما هموطنان عزیز و نازنین ما. خدا کنه که هر کجایی که هستین جور صحتمند باشین و هوا خیلی گرم شده. متوجه باشین وقتی که بیرون میرین خیلی متوجه خود باشین که خدای ناخواسته مریض نشین و از ویروس کرونا خداوند تمام ما را نگاه کنه. بازم بیرون میرین امو چیزای را نکاتی را که گفتن دکترها یا در تلویزیون میشنوین مراعات کنین. و امروز باز هم در برنامه در این هفته من امینه هویدا در خدمتتون قرار دارم. قسمی که میبینین از این بک‌گراند ما که چی چیزایی هست شاید در ذهنایتان آمده باشه که مینه کجا آمده. ما در برنامه در این هفته خواستیم که بیایم و درباره لباسای اصلی افغانی براتون معلومات بدیم. کارهایی که خانم‌ها دزدوزی میکنن، تمام کارهایشان کارهای دستی است، صنایع دستی است. ما امروز میخوایم براتون در این برنامه معرفی بکنیم و من میرم به خیر طرف بالا. در این فروشگاه تمام چیزایی که مربوط خانم‌ها میشه وجود داره و تمام دزدوزی است که بسیار گپ خوب است که کارهای خانم‌ها در اینجا وجود است. ما بالا میریم، ما رو همراهی بکنین تا دقایق خیر. خب بیننده های عزیز، جهان سپاس از همراهیتان. امید است که تا اینجا برنامه رو تماشا کرده باشین. قسمی که ما در آغاز برنامه گفتم براتون، ما میخوایم صنایع دستی که داخل افغانستان است، لباسایی که از زیورات که است، ما براتون تمامش دربارش معلومات بدیم. و ما امروز آمدم بعد از اینکه براتون زیورات معرفی کردم در یکی از دکان‌های خیلی مقبول، بسیار نام خدا مقبول و کلان است. هر نوع لباسی که بگوین اینجا است، وطنی است، لباسایی که خودشان دزدوزی میکنن، تمام لباس ها است که بازم کار ما براتون نشان میده. دیگه هم خواستم که امروز در این دکان بریم درباره لباسای اصلی افغانی که است براتون معلومات بدم. قسمی که میبینین اینجا لباسای بسیار مقبول است و لباسایی که زیادتر دزدوزی است، دستکاری است. و این لباس که مرا خوشم آمده خورد از بخیالم هزارگی است، لباس هزارگی که درباره از این باز بر ما معلومات میده. باش که معلومه بپالم کی امروز ما گپ میزنه. امو نفرش گم است، یک رقم دکان نام خدا بسیار کلان است، نفرش گم کردیم دیگه. شما خیلی چند تصویر تماشا بکنین، ما برم پیش از هم فروشنده از کجا هست. خب شاید گفته باشین که مینه نو است، ما خواردگان ایش هستم. لباس های ما چهرهای ما شاید یکی باشه اما اینجا لباس ما فرق میکنه. خب شوخی کردم، اینجا لباس های خیلی مقبول است و من خواستم همین لباس بپوشم یک بار به خاطر که شما ببینین که اینجا چگونه لباس ها داره. امی فروشنده از این گرد گشته میره مجبور ما از پشتش باشم. سلام، خوب است؟ خوب هستم. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز شما. سلامت زنده باش. تو کجا هستی؟ گرد مرا گشتاندی پشت. مصروفیت ها زیاد است. نه دکاندارا را که بگوی چی کجا بودی میگه مصروفیت ها زیاد است. نام مقبول تا؟ نام عمر است. از ما از اصلی از ولایت هرات هستیم. فعلا دکان ما در کابل است به نام مرکز صنایع دستی ایران. بسیار خوب. خب از لباسایی که اینجا است، لباسای مقبول، میشه دربارش کمک معلومات بدی؟ کدامایش اصلی دزدوزی است، کدامایش نیست؟ خیر اصلی و فرعیشون برام بگو. مشکل نیست، من به شما معلومات میتونم. اینی که از گراف است، مکمل کار دست است. اینی خانش بلوچی است، تکیش که از کتان است، کار خود افغانستان است مکمل. اینی خانش فیته است، فیته ماشینی است، مثلا کار ماشین است. یعنی همین لباسایی که اینجا است مکمل دزدوزی است. دست و ماشین چیز است، هر رقم است، هم ماشین است هم دست است. همین لباسا را باز از کجا برتان آماده روی میکنه؟ یا داخل کابل کدام فابریکای است که اونجا خانم‌ها کار کنن یا پسرها کار کنن که بازی را برتون تیار کنن؟ ما خودم حساب دختنده افغانی داریم که اینجا زنا کار میکنم، خودمون خیاط داریم، حساب کارخانه داریم، به ما خودمون جور میکنیم.
مواد شود داخل خود افغانستان، ما از ولایت ها از ایراد مثلا از طرف از پکتیا، از غزنی، از کل ولایت ها مواد آماده میکنیم در کابل میایم باز اینجا جور میکنیم. یعنی این موادایی را که در لباس استفاده میکنین یخنایی که از تنها از داخل کابل نیست یا میخواین از تمام ولایت ها را؟ از مزار مثلا از سمت شمال، از سمت غرب، از کل ولایت ها داریم ما موادش. درباره این پیران مقبول ما بگویم، مقبول زیبایی که ما پوشیدیم برام در روز آمد چون قدم شاخ شمشاد نیست، دربارش کم معلومات. این پیران که حساب کتان است و امی گلش که از کارهای مردم بامیان یا میپوشم زیادتر. ایش دیگه هزارگی است. آها این اولین دفعه است من لباس هزارگی را پوشیدم و فقط یخنش. درباره این لباس های افغانی برام معلومات بتین که این لباس های افغانی ساخت خود افغانستان است یا از بیرون خود افغانستان است. یخنش که از گراف است یا سینش که از چرم دوزی، دامنش که از حساب بلوچی است. همین که دامن بلوچی است؟ کار ماشین است یا کار دست؟ ایش که از کار دست است. اینی گلدوزیش که از امرای ماشین شده. بسیار خوب. و این لباس دوم؟ این لباس دوم کسی که از گاچ است. این شیشه دوزی است. این هم کار خود افغانستان است. مکمل در اینجا جور میشه، به کابل جور میشه. این تکه یخن کل چیز مربوط به کابل است؟ نه این تکهش کس از پاکستان هند میه. بسیار خوب. تکه از اوم هندی است. و درباره از این واسکتا بگوین، فکر کنم مربوط داماتا میشه بر شوخ قیامت جلبلی خواست. این که واسکت که از چیز است، این بلوچی است، بسیار کار دست است، بسیار سابقه است. یا مکمل کار دست است، کار خود افغانستان است. این دیگه بر شب خینه یا شب حنا زیادتر از دامادا استفاده میکنه. خب گفتم نه جلبلی است، از این خاطر دیگرها پوشیدن نمیتونه. و درباره از این واسکت یکی از بخمل است. بخمل ابریشمیش کارش گلاباتون است. دمینج جور میشه به کابل. چرا در این وقتا توجه امی کسایی که از خارج میاین یا در داخل هستن زیاد سر لباس های اصل افغانی نیست؟ دلیل از امیر بفهمین. دلیل از به خاطر که می صنایع دستی افغانستان که به جمع مواد خارجی که است قیمت میازی، خاطر مردم اقتصادش چیز نداره که مثلا که از چیز افغانی استفاده نکنه. خب مربوط شما صبح در قیمتایش پایین که مردم بخره، چرا از دیگه لباس استفاده کنن؟ خب مثلا چیز چین که است به خاطر از مالیات چیزاشون کم است، از ما داخل افغانستان مواد اینجا میه پس آماده میشه با ما کم زر قیمت ها که بلند که میره. از اون خاطر ما اگه دولت امروز ما کمکاری کنه ما مجبور هستیم که چیز از همین خاطر گفت چی از شما میگیره که لباس جور میکنین یا میخرین. خیلی طرف بریم که لباس های افغانی را بر ما معلومات بتین. اینجا زیادتر لباس های افغانی که زیاد طرفدار داره میشه بر ما معرفی کنین. نیست مکمل اینیا کار دست است. در اینجا جور میشه، زیاد طرفدار دارن، مردم داخل مردم خارج میخرن. یکی از شیشه دوزی است، مکمل امرای دست جور میشه. اینی گراف هست، سرپتونی وطنی است مکمل. اینی خامکش است و رنگ‌های دیزاین‌های مختلف داره. کلش کار خانم‌هاست که جور میکنه. نظر افغانای ما و نظر کسایی که بیرون از افغانستان است، بر شما خب معلوم است چون شاید مشتریاتون زیادتر از بیرون از افغانستان باشه، چگونه است درباره ساخت و کار دست افغانا؟ زیاد حالا چیز پیدا کرد، به جمع سابق کرده، تقریبا به جمع سابق حالا ما بگویم 70% مردم زیادتر چیز طرف لباس افغانی شده، جلب توجه زیاد خوش میکنه. به جمع سابق می تلویزیون ها زیاد مردم چیز کرده که پوشیده من نتاقا یا بسیار مثلا می طرفدار پیدا کرده به خارج هم. بازارها خوب است. به جمع سابق که بود می قرنطینه هم چیزا که شد کم زره بازارها پایین اند، بازارها گند افغانی بسیار خوب است. آها بسیار خوب. و درباره از این کورتیا باز معلومات میدن؟ یا که چپن از گلدوزی است، کار خودم است، در اینجا جور میکنه. این یا یکی از گراف است، مکمل کار دست است. همین دیزاین ها از کی برتان فرمایش میده یا خودتان دیزاینر دارین دیزاین میکنن میدوزین؟ مثلا خودمون دیزاین داریم، میگن خانم‌ها است که خیلی ما همکاری داره. بسیار خوب. و درباره از این پیرانکا بگین در بالا است یا کار دست است؟ مکمل کار دست است. این خامک است، ایش است شیشه دوزی است و دیگهش گراف است. قیمت ها خود دیگه مناسب است؟ قیمت هاش ارزان است. خب اگه ما این لباس که در جان مسیره بخرم چه قمرات خود کردین؟ خیر است مراد نمیخرم، خواهم تو گفتم دیگه باش، یعنی ما میخرم. کاری رات است، یعنی یکی از چپن است، چپن ایراتی است، مکمل امرای دست جور میشه، در خود ایرات باف میشه، باز در اینجا ما که است باز خیاط دارن جور میکنیم. بسیار خوب. به نظر ولایت ما نمونهش است. از طرف چیز میاد مزار شریف باز در اینجا
جور میگن. زیادتر از کدام کورتی ها میخرن کسایی که میای دختر خانم‌ها یا خانمایی که وظیفه دار است از کدام دیزاین ها زیادتر میخرن؟ از کل ولایت ها زیاد است. مثلا زیادتر مثلا صنعت هرات که ما اینجا که جور میکنن زیادتر کارهای هرات زیاد خوش میکنن. بسیار خوب. من پیشتر براتون گفتم من پیرا را میخرم چقدر مرات میکنی ایوازه که مرا بگی صدقه سر تم تو بر میگه باز یک چیز خواهد گفتیم. امید است تا نداشتم. هیچ گپی نیست. درباره از این کورتی ها بگوین. اینی کورتی های که اینجا یا- این سرخه یک دفعه بر ما نشان این گل کی از چی است؟ این که تکه چیز تکای نخیسی کار هند است. به خاطر که یگان نفراست کار مثلا خود افغانستان یا بیرون از افغانستان هم خوش میکنه. این کار هند. باز شما چیزایی که از بیرون آمد اینجا میفروشید. کم یگان چیزا رو داره به خاطر سمپل چیز بازار تقاضای مشتری یگان چیزایی که مثلا از بیرون هم که باشه پرسان میکنن باید ما داشته آخه باشیم. ما نظر به مشتری ها دیگه اینی بر ما بسیار جالب است. این موی است. نی کلاست کلای گوسپندی است کار خود افغانستان است. چی است این سفید سفیدش؟ این پت گوسپند است. باش تو که من دستر میکنم چطور معلوم میشم؟ بسیار مقبول معلوم میشه. خدا این کتره میگه چی میگه خودم تو یک انتیک معلوم میشم. خب این چرا ایره در سر از این بیچاره کده بودین؟ مردانه است دیگه این بمرو عزیز سید کنی. خب اینا لگیر دخترها پوشه مثل من وار اینجا که خدای تو میکنه که چشماش ندیرم داره مشکل نیست. خود تو بیار دخترانه شما این بچگانه چرا در سر من مانده باش خیمیره بیادر من اینجا بانم تو همون تو سنگی نمیریم. خب این پوست چی است؟ این پوست خرگوش است. خرگوش هم شما آرام نمیمانین. خب دیگه از کدام حیوانات پوستش شما چی میگن خیانت میکنین برش؟ از کل حیوانات هست حساب خرگوش است. نه نداره؟ واسطه نه در افغانستان که نیست یا کلش مثلا از بیرون از افغانستان که مواد از این میاد در اینجا جور میشه. کدام پوست حیوانات زیاد فروش داره و از خرگوش من او دیدیم چرا خرگوش چی خوبی داره پوست از این که شما از دسکاول جور کردین؟ خرگوش که بسیار نرم است از او خاطر زیاد خوش میکنه. از این بالش جور کنین. مشکل نیست هر چیز که بگید. خیر از من فرمایش میتونم از این بر من یک تا بالش جور کنم میگه که پس اینجا بانم چون یا قیمت هستن بسیار کروبا. یعنی کس رو با ساندیم گفتم اصلیش آمده. اصلیش هم این فکر کنم زیادتر خارجی ها خرید میکنن. خارجی ها عالمی افغان هم زیاد خوش میکنن در خود افغانستان. راستی هم که این چرا قدر درشت است؟ پوست روبا که شخ است پد زیاد داره از او خاطر درشتر است مثلا چیزی که افغانی است. یا چطور بازی ها خو ربط نداره به این پوستا؟ نی که از ماشینی است. یا چپنه. درباره هم چپنا بگویش دیگه کلش مردانه است. جیلک میگن نه یا چیلک؟ مردانه میشه. امی جیلک است چیلک. جلک. این جیلک است. شکر خدا خوب شد که بعد این دکان آمدم بسیار نامار غلط میخواستم تلفظ کنم اما اینجا صحیحش تلفظ میکنم. بریم در اینی طرف اینی چیزایی که اینجا است این خود دیگه شاید بیخی وطنی باشه اینی چیزا. اینی رو درباره از اینیا برای ما بگوین که اینیا چی است اگر معلومات بدین. یا دسکال است موردوزیس وطنی است. بندم داره. یا بند داره. یا کارهای مردم پکتیاست. یا از ولایت پکتیاست همون قسمه که من گفتم در اینجا است. تمام ولایت های ما یک چیز نمونه اینجا است که ما میخوایم براتون یک تا معرفی کنیم باشین اینجا. اینی چیسته؟ این خینه بند نورست. اینجورا با ساخت کدام ولایت ما؟ بامیان است زیادتر از این دستکش داره کلا داره. اینی دستکش است. این یک در دست ما نمیتونی چیست؟ او کس دستکال است به حساب عروسا میگیرم این کس خیط میشه؟ این ترقید میشه. این بندش هست. این امروز از این بار رنگای این مختلف. فکر کنم بر شب خینه است. شب خینه زیادتر حساب عروس زیاد. بسیار مقبول است و یک چیزا که نو که ما دیدیم دیگه اینجا رنگ داره اینیشو من نشان بدم. نه این جیگریش است. این فکر کنم می خلطه زیورات نباشه من غلط معرفی کنم. خوی خلطگک زیورات است؟ نه او هم به حساب معروس است به حساب بیکای خورد است کدام چیز بنازه. این اینجا واسکت هم است. این واسکت های قدیمی است فکر کنم. واسکت افغانی است کار دست است مردانه است پوست اصلی و گوسپندی است یا مکمل امرای دست جور میشه. این پوست از چی است؟ پوست گوسپند است. پوست گوسفند. این نمیشه دیگه از گوسفند است نه؟ مکمل هم رویش کسی هم داخل پتش است. پددار. دیگه این سرچپه جور کردن. نه سرچپه نیست یعنی پتش در داخل موندن پوستش باشه که به بیرون که گرم است بسیار. نگوی ما یک شنگ خیاط هستم. درباره از اینی واسکت بگوین یا دیگه کلش مردانه است؟ مردانه است. پوستش از چی است؟
پوست از یام که گوسفندی است. حساب واسکت مردانه زیادتر پوست گوسفندی انتخاب میگن امی پوستایی که مثال گوسفند است و این خرگوش اینا بسیار قیمتش بالاست نی؟ پوست گوسفند و خرگوش چیز یک قیمت زیادتر پوست روباه قیمت است. پوست پلنگ شیر یا بسیار قیمت. دارین از پلنگ اینجا؟ از پلنگ نداریم. خب متاسفانه کوره ما اینجا موجود نداریم دیگه. اینی چی است؟ این پوست پلنگ وارس یک رقم چیزا داره از شادی از شدی؟ نه دیگه کوک شدی. است. خب اینی کلاه دخترانه میسته؟ دخترانش امیر دخترانش برای من نشان بده که در دلم نمونه یک دفعه محمد برم نه اون تر شمشلگک داشته باشه. او کس مردانه است. او خیر است از این مردانه رو من میشه دمی سر میکنم یک رقم خوشم اومده این شمشلگکاش مویم خراب میشه. خب اینال دیگه من این کلاه رو میپوشم تو معرفی کردم. یکی از گوسفندی دو رنگ کار شده سفید و سیاه. خب بسیار معقول. به کالای ما ممخانی داره درباره از این کلاه بگین. یکی از کلاه مردانه است روباست. اینی رقم واز میشه باز از زیادتر هم حساب گوشان زیادتر مردم روسیه کسی ها زیاد خوش میکنه. دیدیم مزیده سرشان این دیگه به خاطر گوش است. گوش است بسیار گرم که نگاه میکنه یخ نمیزنه گوشه. نام خدا امی کارای وطن ما قدر معروف و مشهور است که من از این کلاه ما دیده بودم اما با واقعیت نمیفهمیدم کی از افغانستانی را گرفتن. اینجا چی است؟ این یک کس این کورتی است. بالا پوش دیگه به یک است. منگ میگه میره. این پوست از چی است؟ منگ است. پوست منگ میگه یک حیوان است دریایی است. های دم دریا میام حیوان ها رو نمی‌بینم. خب این پوست از قیمت است؟ پوست از بسیار قیمت است. این پوست یک رقمی می کالتی اول از یک باشه یک کورتی از تقریبا در خانه $5000 است. خب یعنی هم قیمت است دیگه. یا کس چیز دومش است مثلا این پوست است. پوستش است. پوستای مکالتی خوب خراب داره مثل قراقل بر یک اصلی قراقل یک کلاش $500 مال است. این چیزای کلاه مثلا باز ارزانش هم 500 600 هم است. آها بسیار خوب. و اینجا دیدین که در این دکان بسیار دیزاینای متفاوت لباس، کورتی، واسکت هر چیزی که بخواین در اینجا است و شما میتونین که بیاین. برادر ما در آغاز برنامه گفت این هم کمپل است که براتون نشان میده. خیلی طرف بیاین برادر کمی را باز کنین که ببینن بیننده های ما. کمپل از بسیار گرم است بازی. این از امو پوست از امو حیوانک است که از دریا میگیرن؟ نه. چی است؟ این کس چیز است. این روباست بازی. خب این پوست روباس قدر نرم است. من دیدم بسیار دبل است و قدر گرنگ نیست دیگه. این هم یک نفر که در زمستان در سر خود بگیره تا سوار بخیر نفس جان میده. خب این از چی است؟ این هم یک حیوان است. این دیزاین های کمپلا را باز که جور میکنه برای اینجا است در خود کابل کس جور میشه. و یا ساخت امی خود وطنای ما. یکی از زیادتر مردم استالفی را جور میکنه. یا مربوط مردم استالف ما میشه باشه. میرم اگه در روی زمین بفته خیره این قصبک است دیگه خوب نرم است و ساخت دست مردم استالف است که تمام ولایت های ما یک کار میکنن در ایسه لباس و اینا. این سرمیزی است؟ سرمیزی های گرد است که داخل خانه استفاده میکنن. این از چی است؟ از گوسفند است. خواهی از گوسفند سیام از گوسفند. اگر کس فرمایش بته باز قبول میکنین؟ باش که من حیوانا رو به جگرم خون شد تا این زبانم رک شد. قبول میکنین باز فرمایششون؟ فرمایش که چیزی بتن باز ما خود ما اینجا که کارگر داریم جور میکنیم. بسیار خوب. از یا شکر خدا قالین ندارین؟ قالینش که بسازین؟ نه قالینش هم هست. نه ما خدا می هر چیزی که ما بگویم میره بگیرین. هر چیزی که بگویم اینجا است و یا لباسکایی که میبینین لباسای خیلی مقبول.
خب درباره از این بگوین که اینجا چقدر کارمند دارین شما؟ تقریبا دمی دکان تقریبا یک 10-15 نفر همراه ما کار میکنه. حساب جوانا یکی از استاد کس استاد احمد کس سرکاریگر می شاگرداست خیاطاست. بسیار خوب. سرجم می جوانای اینجا کلشان کار میکنه و این بسیار خوب است که همچون جایایی است که جوانای ما مصروف کار هستن و مصروف می باشن. تقریبا یک 30-40 نفر همراه حساب خانوار می خامک‌دوزی چیزا میکنن. دایسی ماشون خب استال نمیدی؟ نه ماشون پیشکی میتین. چقدر خب من شاگرد نمیگیری؟ مشکل نیست. ماش که پیشکی شد اگه میگی من شاگردی میکنم. فقط نه من لباس ها رو میپوشم اینجا میگردم خلاص. خب میخوایم امروز از اینام صحبت بکنم. سلام، خوب هستین؟ خوب هستین، صحت شما خوب؟ تشکر. زنده باشین. نامتون؟ نام من سلطان است، سلطان احمد. خیاط هستم در بخش صنعت ایراد خیاطی میکنم. بسیار خوب. چقدر وقت میشه که اینجا خیاطی میکنین؟ اینجا تقریبا 4 سال 5 سال میشه کار میکنم. من پیشتر به خاطر ماشایتان اینجا گپ زدم. چطور از ماشایتان؟ خوب از یک گزارا میکنیم با هم، تفاهم داریم ان شاء الله. خب نازتان خوب میتم. هیچ مشکلی نیست. آها شما دیگه چی میگن امو سرکاریگرشون میگه چی میگم تو یک کسی که کسب داشته باشه هیچ وقت تو به اصطلاح خور نمیشه و زحمت خدا پیش از اینکه خودش تلاش کنه و جانب مقابل تلاش داره که باید یارانه باشه. ایتو کدام وقت شده کدام لباس بسیار بشاق بخواین را آماده کنین و از پیشتان خراب شده باشه؟ چون میشه دیگه یگان مشکلات از خورد کلان میشه، نه خراب همیشه، چون ما 30 سال میشه خیاطی میکنیم، 30 سال دیگه کار خرابی وجود نداره. بسیار خوب. جهان سپاس، قربانتان، تشکر بسیار زیاد. دیگه مصروف کارتان باشه، زیاد مزاحم نمیشه. تشکر. دیگه دیدین که امروز از اونام صحبت کردن. خیلی میریم دیگه اون طرف لباسا رو میبریم. و اینجا درباره از اینها برای ما معلومات بتین که ای چی است و پوستش چی، ساخت وطن است یا نه؟ یا هم که ساخت وطن است یا این کورتی های نیمه است. بیشتر که گفتم اینی که از حساب خرگوش است، رنگش فولادی است، بسیار نرم است تکش. ای فکر کنم تا دسکاول پوستش فرق میکرد یا زموس؟ نه زموس نه، رنگش مختلف است بخاطر که دیزاین های مختلف میشه. مشتریتون که میآید تر مشخص میگه که من پوست از این حیوان کار دارم که در کورتی مثال در بالا پوشم از او کار گرفته شده. مثلا پرسان میگن که پوست چی از زیادتر پوست خرگوش خوش میکنن زنا. به خاطر که نرم است نه. آها و اینجا راستی کورتی هم است. این کورتیگاکا درباره از این کورتی معلومات بتین. خیر و دیگه خلاص چون زمستانی است درباره از این بگوین. یکی از کار چیز چرمه است، اینی که از فیته است. این خود ما دیزاین کردیم، دیزاین های مختلف داره، مکمل همراه دست جور میشه. این کوتاهش است و اونجا میشه همکار ما بگیره که دراز شما است یا هر دیزاین دارن اینه. یک مکمل گلدوزی است، پشت سر پیش رویش دیزاین های مختلف. و اینجا کورتی ها زیاد است؟ جلک است، حساب ابریشمی است، مکمل همراه دست جور میشه، بازی ساده هم تو جور میکنیم ما. از بین از این کورتی هایی که بر ما معرفی که طرفدار کدامش دختر خانم زیاد است؟ امی زیادتر مردم که مثلا امی کسایی که به ارگانای دولتی که زیادتر امی چیزای ساده رو خوش میکنه. مثلا یکم من گل داره اون دیگر زیادتر چیزای مثلا ساده باشه. با زیادتر مردم که بیرون استفاده محفلا میگه زیادتر رنگ تر چیزای شوقی باشه. خب دیدین که این چیزا رو ما اینجا معرفی کردیم، دیگه چی مونده بیادر که برای ما خودت معرفی کنی دربارهش بگی. خود درباره دسکاول و پیرانای شب خینه یا مارس خانوما که میپوشن برتون دربارهش میگه. اینا ما همین طرف آمدیم، همین همشیره که همینطور شیشته درباره از زمین لباس ازی برای ما بگی. این پیران که حساب چیز است، بلوچی بسیار سابقه است. تقریبا دامن از 10 متر میه. 10 متر دامن ازی است. خوب گرنگ و معلوم میشه. بسیار گرنگ است. عروس بگر یک نفر دیگه رو بگیره که نفته به جان خود کنه. عروس مجبور است چت برش یک چیز بند کنه که را بره او را محکم بگیره. خب ای تو کدام لباس یا کدام تکه چیز است که از چندین سال قبل پیشتان مانده باشه؟ هسته. چیزای کنه است، مثلا چیزاتر اینی پیران تا 30 سال 40 سال پیشه.
چیزای اصلی خب این دیگه مو اصلی است که را سمپل نگاه کنید. دیگه چیزای اصلی افغانی که از اطراف بود حال مردم آورده به حساب به بیرون به حساب فروش. بسیار خوب. خب درباره از این چتریگکا بگوین، این چتریگکا هم ساخت دست خانمایی که داخل کابل است یا این همونطور بنمود دیگه ماندین یا این میفروشم؟ خانم‌ها جور میکنن به حساب روسی‌ها میبرن به حساب دیزاین شب خینه و به حساب سالگرد و چیزا زیادتر استفاده میکنن از این. بسیار خوب. واقعا من امروز چیزای جالب اینجا میبینم دیگه. اینجا کلام است، کلاه بسیار سابقه است و اینجا درباره دستکولا برام بگوین که دستکولا وطنی معلوم میشه یا کلش وطنی است. کار خودم است. چرمش است، چرم بوزی است، فیتاش است، گلم است و حساب تکه است، دیزاینش مختلف. این از چی کار شده؟ خم پوستش آشنا. این پوست چیز است، گوسفندی است. اینی که از منگ است. منگ همونی که کمپل که جور کردین؟ کمپل که جور کردیم دستکولشه. اینا که باز گرفتین ستم یک رقم جو کن کمپل دستکول کل چیز مقبول معلوم میشه. خب و دیگه چی درباره از این یک معلومات بدین کی بسیار قندولک است، چشگک است؟ این دستکول زیادتر به حساب دخترکا از این که استفاده میکنه یا مکمل کار دست است. گلم است، دمینج چرم است. از این با دیزاین‌های چیز داره مثلا دیزاین‌های دیگه هم داره که حالا برامون نشان میدن چی است؟ باش از اونجا امو پتکدگی خدا نشان میده. یا خنجری میگه بسیار تاپترین کار افغانستان است، کار دست است. این دیگه دختگی نیست، فقط این باید تکه بگیرن. تکه تقریبا 3 ماه وقت میگیره که جور میشه. یک خانم 3 ماه سر کار میکنه. سر تنام یخن ازی. سر یخن می دامنش. این فکر کنم دیزاین لباس‌های هزارگی باز میتکیرد بدوزن. سر ولایت‌ها جور میکنم از این تنها هزارگی نیست. مردم حساب تاجیکا پشتون کل مردم جور میکنن. مثلا کار دست است. اینیا شال است. شالای قندار دوزیز خامک است مکمل. ها این بسیار مقبول است. دیگر رنگ‌های از هم است یا فقط هم سیاه داره؟ یکی از کار ایرات است باز. شال است. شالای ایراتی است امروز دست جور میشه. کلان از اینم دارین یا فقط به می سایز است؟ کلان از اینم روز چیزا استفاده میکنه یا یخنای مردانه است. و اینجا یخنای مردانام و زنانام است. چادر اینا یا اینا یخنای مردانه. کسایی که شب خینی نزدیک است تشریف بیارن دیگه. در این دکان چی است؟ این یخن بلوچی است. بلوچی طرف یا از طرف ایرات یا جور میشه. خب بسیار خوب. و در اینجا خدر چیزا است که شاید ما نتونیم در این برنامه براتون معرفی بکنیم، اما بهتر است که خودتان هم یک روز بیاین در اینجا از این دکان دیدن بکنین، چیزایی را که دوست دارین از اینجا بخرین. یا چادر است تکس چیست؟ یا کل شال است. شالای کلان از زیادتر از این به حساب کرتی چیزا استفاده میکنن. حساب شال از تکی از این خود چادر. از چادر از این ما حساب کرتی جور میکنیم. از این شملگکا و ایناش؟ شملش پس میشه. دیزاین‌های مختلف داره باز از این ما زیاد دیزاین هاست. اینی شال است. دیزاین‌های دیگر هم دارن این ایام دیگه‌ش؟ این تکه از که پشمینه است. گلدوزی شده بسیار کار دست است؟ نه کار ماشین است. کار دست هم داره. خب اینا کار دست هم در اینجا دارن، کار ماشین هم. نظر به ذوق شما اگر میخواستین این در نظرتان مقبول میتونین بگیرین. اگر او خوشتان آمد اینی هم کار دست است که بسیار مقبول است و میتونین بخرین. کسایی که کمک سنش بالاتر چادرای کلان که میپوشه اینه با خانمایی که سنشان کلان است. از یاد دارین تومانای کریم ناز است اینجا. تومانای چی؟ حساب کریم ناز ما ایراد. کریم ناز در اینجا دیگه به نام کتان میگن دیگه چیز میگن. خب کریم ناز این تکر یا ناز میتن ولی از خدا خودتون قضاوت کنین. کریم ناز و اینی هم چادرای است که با سن کلان حساب کسی که نامزاد میشه به ایراد از این رسم باید با عروس بتن. این دیگه بخیر شرط اولیش از کسی داشته باشه. باید داشته باشه. هر یخن هر تومان از یک کس باید ایراد کرد زیاد دختر تقریبا 3 قطار 4 قطار تومان از تا 20000 15000 است. 20000 بعد سر داماد یک تومان بخرین باقی عرسی چی تو خود؟ 2 دانه تومان باید بخری. یک 20000 در شاه که حساب که نکاح میکنه، یک دانه به شاه عروسی.
نخرین تیر شما را تیر از زن ضرور نیست زن بکنین. خب ایره باز فکر کنم زیادتر کسایی که اقتصادشان خوب است میگیرن. میگیرم نه می که رسم است هر که به حساب جیب خود کسایی که پیسه داره است قیمتیش میخره کسایی که پیسه کم داره باز دختش کمتر میگیره. همون رسم ایراد است که باید در کس دمی عروس خود باید بخره. امیار ولایت ما یک رسم رواج داره نه بدون از این تنبانه قیمتی دیگه چی رسم رواج دارین کمیال بفهم نبین خواستگاری خانه تا کدام رسم دیگه هم دارین؟ در ایراد که است دیگه تا رسم چیز نداره زیادتر دیگه در ایراد یک کمک تویانه زیاد تویانه خواست در کل ولایت های ما و اینجا اینی هم است نه؟ این مربوط خانم ها میشه؟ خانم است این همی تومان کریمناز که گفتم این رنگ طلاییش است یک دو دانه از زیر ما نبریم مشکل نیست کلش از شما خوب شد که ثبوت گرفتیم که دکان صدقه سر من کردن ای هم گفتی رنگ طلاییش است نه او سفید بود زیادتر با سفیدش میخرن یا رنگ طلاییش زیادتر رنگ چیز مد شده رنگ طلایی این سفیدش که زنای کلان میگیره این رنگ سفیدش که عروسا زیادتر همین دخترای جوان کال میگیره زیادتر رنگای بازی تنبانا رو مثلا که جور کنن امروز چی باید ایرا بپوشن مثلا پیران باشه پنجابی باشه دامن باشه امروز پیرانای چیز میپوشن محفلی مثلا کوتاه که جور میکنن که پارچه‌اش معلوم شه. بسیار خوب و دیدین که یارم بر ما معرفی کرد برادر ما درباره استنبانام گفت دیگه خدا کنه کمی معرفی که ما از لباسا داشتیم از زیورات داشتیم طبق خاص شما بوده باشه برادر بیا کجا رفتی دیگه باش که کدام چیز دیگه هم به یادش آمد که من برم چی است اینی هم مکمل اینی که از کار دست از کار خانم هاست امروز دست بافته میشه این کلاه قرقلام منجا است این کلاه خود روباست کلی روباست براستی خود روبا کلاهش جور کرده این پاهاش اسی دومش است یعنی با واقعیت همین سر روباست خود روباست یک چشماش اصلی نیست دیگه کلش اصلی است چرا چشمش کشیدین نه چشم که دو که چشمش از بین میره نه او است نه اینا یک بار بتین این اصلی خود روباست پایش کلش اینی هم کلیش کلگیش هست حتی دومش هست ما این اولین دفعه به خدا دیدیم ایره پشتفلایتان نپوشین که زاره در حق نشن خدای ناخواسته ای چی هست گودیگه که خورد است چوشککش هم بغلش زیادتر کار دسته یه مرای دست جور میشه این زیادتر دیگه باز حساب خارجی ها بسیار علاقه‌مندی دارم چیزی بتنی راستی یک چیز هست که تو ببینی بخی تو نو است نه چوشککش هم بغلشه از این مردش هم هست باز این صندوقات چی است این صندوق به حساب زیورات است عروسا دیگه همون تنبان را که خریدن از یام برشون بخرن دیگه هر کس که علاقه‌مندی زیاد طلاق داشت بعد از یک تا بخرن خب بسیار خب میرم بگیرین اونجا بانین که یک رقم قیمتی ها معلوم میشه که من اینطور ترسیدم موضوع که خراب نشه خب اینه یا چرمی هست این دکتری است منام دکتری میگن زیادتر از این مردم در خارج که است دکترها استفاده میکنن او که سفری است بسیار خوب دیدین که امروز در برنامه در این هفته ما در این هفته آمده بودیم تمام چیزایی که مربوط خانم‌ها میشد زیورات یا لباسهای اصلی وطنی را براتون معرفی کردیم و برادر ما را تشکری میکنیم از جهان سپاس برادر عزیز با معذرت دیگه که برات یک کمک گدودیام کردیم گپ نیست مشکل نداره قربانت چی پیام داری چی گفتنی داری کمره ما در خدمت است خودمون در خدمت هستیم که پیامت بشنویم حساب گفتنی چیزی ندارم که مقصد زیادتر ما که مردم افغانستان کوشش کنه از تولیدات خود افغانستان استفاده کنه با خاطر رشد خود وطن ما چیزای خارجی کرده بسیار حساب کیفیتش هم خوبش از کارش هم ما هر چیزی که ما خود ما جور میکنیم بسیار از حساب چیز خارجی بسیار با حساب به ضمانت میتین که از بیشتر کار و کیفیتش بسیار خوبش است جهان سپاس بخیر باشین بیننده های عزیز دیدین که ما درباره از چیزا براتون معلومات دادیم و تشکر از تک تک شما نازنینایی که ما را باز هم امشب تماشا کردین و برنامه ما را تا دقایق اخیر دیدین جهان سپاس منتظر باشین که ما در هفته بعد در برنامه در این هفته کدام سوژه را انتخاب میکنیم کجا میریم و چی میکنیم یک تشکری میکنیم از خاطر لباسشون که برام داد اگر ندادم میرم میگین زانو میبرم جهان سپاس از همراهیتون تا برنامه بعد دیدار بعد خدا حافظ نگهدارتون